این بود که چطوری به سازمان وصل بشه و اصلی ترین واقعا اصلی ترین. ولی خب بدانیم شخصی خب من خیلی به کوه علاقه داشتم. موقع دانشجو بودید شما؟ روزی که به سازمان پیوستم به خاطر آرمان و ایدئولوژی انقلابی مجاهدین و برای تحقق یک حکومت انقلابی و مردمی بود. روزی که خمینی انقلاب مردم را دزدید و بساط ارتجاع را پهن کرد، متعهد شدم که این رژیم را سرنگون کنم تا لکه ننگ از دامن اسلام پاک و ارتجاع از ایران و تاریخ ایران زدوده شود. برخورد قهرآمیز ما نمیخواستیم، هیچ وقت سازمانی نمیخواست شروع کننده برخورد قهرآمیز باشه. ما حرفمون این بود که تا یک قطره آزادی هستیم، استفاده میکنیم. خط ما چی بود؟ افشاگری. کاملا واضح افشاگری، استفاده از آخرین قطرات آزادی. توطئه کرد مجاهدین رو بمباران کنن از بین ببرن، ولی مجاهدین از بین نرفتن موندن. توطئه کرد که مجاهدین رو خرسلا کنن توی عراق و وادار کنن که مجاهدین با آمریکا رو در رو بشن و درگیر بشن، از بین برن. مجاهدین از بین نرفتن، موندن، قوی‌تر هم شدن. توطئه کرد 17 ژوئن در پاریس به رهبری مجاهدین رو دستگیر کنن و مجاهدین رو بیرون کنن. شکست خورد. همه چی برعکس شد دوباره. همینا رو تجربه کرد، کم تجربه نداره. بنابراین از مجاهدین دقیقاً از هر نقطه‌ای در هر حرکت هر جایی میترسه. به دلیل اینکه میدونه که تنها جریانی هستن که میتونن مانع ادامه حیات این رژیم بشن. عزیز هموطنlarimiz آذربایجان عزیز و قهرمان خلق و قهرمان جوانlarına hamımıza selam arz ederim. من از قسمت حقوقی قانونی شهر اشرف هستم و وسایل قانونی ساکنین اشرف دنبال میکنم. با تأسیب امام و راهبر و پیشوای تاریخی مجاهدان علی علیه السلام در این شب قدر پیمان می‌بندم که به همراه خواهران و برادران مجاهدم به عروة الوثقی جنگ 100 برابر با عزم حد اکثر برای پیروزی در همه جبهه‌ها در هر مقطعی تا پیروزی نهایی چنگ بزنیم. این خونها را میدیم که مردم مال آزاد باشن، هر طور میخوان زندگی کنن، استعداداشون شکوفا بشه. این خونها را میدهیم و خواهیم داد باز هم که این حکومت ننگین خامنه‌ای ساقط بشه. اینها فرزندان شما هستند. مجاهدین از درون خود این مردم برخواستند. مجاهدین فرزندان همین مردم هستند و تا آخرش برای همین مردم حاضرن همه چیزشون رو فدا بکنن به خاطر که مردم به آزادی و به دموکراسی و به حقوق حقی خودشون برسن و اسلام ناب محمدی از زیر غبار ارتجاعی که خمینی آورده صاف و سالم بیرون بیاد و براق و برجسته و شفاف